هرات بزرگترین تولید کننده زعفران در کشور است. زعفران این ولایت در حال حاضر در بازارهای جهانی جایگاه نخست را از نگاه کیفیت داراست. اما با آنکه تلاش‌های برای توسعه روند کشت و تولید این گیاه در این ولایت انجام شدند، اما بازرگانان هرات هنوز هم در کار بسته‌بندی و پروسس زعفران با دشواری‌های روبروند. این بازرگانان ناگزیرند به دلیل نبود زمینه‌های مناسب برای بسته‌بندی و پروسس این گیاه زعفرانشان را به کشورهای دیگر بفرستند. شماری از بازرگانان و صاحبان شرکت‌های تولید زعفران در هرات می‌گویند که برخی بازرگانان تولیدات زعفرانشان را به گونه عمده و با بهای کمتر به بازارهای کشورهای همسایه می‌فرستند و بازرگانان این کشورها پس از خریداری زعفران هرات این گیاه را به گونه معیاری بسته‌بندی می‌کنند و به نام کشورشان به بازارهای امریکا و اروپا می‌فرستند. بعضی سوء استفاده های شده وقتی زعفران از افغانستان خارج شده به دیگه کشورها به اوج به نام از او کشور پکیج شده، بسته‌بندی شده، بعد به فروش رسانده شده. در پهلوی نبود استانداردهای لازم برای پروسس زعفران، گردآوری این گیاه از کشتزارها نیز به گونه معیاری عملی نمی شود. کشاورزان نیاز به آموزش بیشتر برای کشت و گردآوری زعفران از کشتزارها دارند تا پس از به دست آمدن این گیاه برای پروسس آماده شود. مشکلات عمده‌ای که فعلا ما در بخش تولید داریم مراحل خود مسئله عدم آگاهی درست و دقیق از نحوه تولید و نحوه پروسس از است که متاسفانه ما با مشکل مکروبی بودن از زعفران مواجه میشه. در حال حاضر بیشترین میزان زعفران جهان را ایران تولید می‌کند، اما تنها رقیب زعفران ایران در بازارهای جهانی زعفران هرات است.